به همگی عزیزان، انشالله که خوب و خوش باشین، سلامت باشین. میخواستم بگم که ما یه سفر چند روزه داریم میریم ترکیه با دخترم و نوام، جای همگی خالی. بریم ترکیه 4-5 روزی. خواهرم رو چند سال ندیدیم، میاد اونجا ترکیه میبینیمش. بعد باز دوباره یه 5 روزی که موندیم برمیگردیم آلمان. گفتم برای شما یه پیامی بذارم بدونیم که وضعیت هم اینجوری الان. خوشحال میشم ویدیوهای منو ببینین. دوستتون دارم. مرسی. سلام و درود به همه عزیزان، انشالله که خوب باشین و سلامت. ما بد نیستیم، اومدیم ترکیه، جاتون خالی، خیلی عالی خوب. هواش ولی خیلی سرده. من این خواهرم 7 ساله که اومده انگلیس ندیده بودمش، حالا اومده اینجا ترکیه هم دیگه رو ببینیم و با دخترم و نوام هم اومدیم. جای شما خیلی خالی. الانم دم آب هستیم. اونم مسجدی نمیدونم خرم سلطانه، اونم اون پلیه که تو جیم همیشه نشون میده، پوز میدن با این پلشون. ما اومدیم اینجا، جای شما خالی. جای توریستی. آره جای توریستی و خیلی عالی. خب انشالله که خوشتون بیاد. حالا بریم از جاهای دیگه هم باز فیلم میگیریم براتون میذاریم، انشالله که مورد پسندتون باشه. میبوسمتون. خداحافظ فعلا. حالا انشالله به امید خدا سوار اینا هم که شدیم، لنج نمیدونم کشتی قایق سوار میشیم، بعد تو فیلم میفرستیم و در اونم پلشه و اینم که، ولی خیلی سرده، خیلی سرده دیگه. چاره‌ای هم نداشتیم، توی این سرما اومدیم. آره حالا به امید خدا باز فیلم میگیریم براتون میذاریم. خوشحالم. مرسی. میبوسم. چرا اینطوری Teşekkür. Bir saniye.